هر کسی که با سلاح، با چوب است، با بیل است، با تبر است، میتونیم که در مقابل پاکستان دشمن دیرینه مردم افغانستان است. اگر چه افغانی باشه، چه اگر دولت باشه، ما باید با دولت امارات اسلامی خرد، جوان، پیر، زن، مرد استاده شویم تا که دست همبستگی پشتون، تاجیک، ازبک، افغان دست همبستگی نتیم. خانه‌های کلیسا شهید شده است، اکثریت کلازیاش. و در این نامردی است که پاکستان میان نامردی میکنن، حمله میکنن از پشت سر. از مسجد آمدم، در جایی که بودم اول صدای طیاره شد، باز انفجار شد. باید جامعه جهانی به این مسئله توجه بکنه و باید فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان صورت بگیره که دوباره چنین حمله را انجام نده. که ما در همین سایه زندگی میکردیم، طیاره که آمدن بالای این منطقه بمباران کردن که اینجا نه پایگاه نظامی امارات اسلامی بود قرار داشت و نه کدام چیز دیگر اینجا قرار داشت. اینجا اکثر همین کسانی بودند که خانه‌های مردم به دفاع، نه خانه‌های ملکی را اینجا هدف قرار دادند. ما همین خواهش داریم که در پالوی امارات اسلامی استاده شوند علیه پاکستان. هر کسی که با سلاح، با چوب است، با بیل است، با تبر است، میتونیم که در مقابل پاکستان دشمن دیرینه مردم افغانستان است. تقریبا 40 سال میشه که این کشور نامسلمان، هر چی که مسلمان است، مسلمانیش همه چیزهای فحشایی که در پاکستان وجود داره، یعنی مثال است همه خودشان به دین میگن که ما اسلام هستیم، مگر اسلام واقعی اینیا نیستن. اینجا چند خانه را که شما میبینید در مقابل ما که بمباران کردن، فعلا ما در این پشت این قرار داریم. هیچ کسی اینجا نظامی وجود نداره، نه امارات اسلامی بود، نه کدام پوسته بود، نه قرارگاه بود. مرگ به پاکستان، زنده باد افغانستان، مرگ به پاکستان، مرگ به کسانی که پیروی از پاکستان میکنن، مرگ به ما خائن هستند. کسی که پشتیبانی از پاکستانی میکنه اونم خائن ملت است. اگر چه افغانی باشه، چه اگر دولت باشه، ما باید با دولت امارات اسلامی خرد، جوان، پیر، زن، مرد استاده شویم در مقابل این شوم پلیده که با مردم بی‌دفاع و مردم مظلوم شهر کابل، خصوصا سرک دوم پروژه تایمنی است. 40 سال شد که در مردم افغانستان دولت پاکستان یکی به سر دیگه می جنگونه. ایران میگه که تو مثال امارات اسلامی هستی، سابق می جنگان میگه تو جمهوریت هستی. به نام هان ما را کشتن، با حساب اوروسا هم که بود در زمان اوروسا هم یا اینمی کار پلیدی خدا میکردن تا که دست همبستگی پشتون، تاجیک، ازبک، افغان دست همبستگی نتیم. مطمئن باشه که افغانستان از غزه و فلسطین بدتر خواهد شد. خانه‌های کلیسا شهید شده است، اکثریت کلازیاش خانم‌ها هستند، دخترها هستند. این مردمی هستند که به دفاع اینجا امارات اسلامی هیچ وجود نداشت، پایگاه نداشت. فکر کنید که اینجا مکتب است که مکتب خصوصی است. در این مکتب خصوصی است خوشبختانه بگویم که مکتب رخصت شده بود و شاگردای مکتب حضور نداشتند. اگر خدای نخواسته شاگردا حضور نداشتند اینجا زیاد تلفات نبردند. باید جامعه جهانی به این مسئله توجه بکنه و باید فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان صورت بگیره که دوباره چنین حمله را انجام نده و در مقابل هم شکی نیست که اگر ما باید در مقابلش تمام مردم ایستاد شوه و جواب آنچنانی برش بدیم. و در این نامردی است که پاکستان میان نامردی میکنن، حمله میکنن از پشت سر. مکتب ما را زدن، خانه را زدن، زیاد از کسا شهید شد. اول که زد در چاراییش در لب جر زد، بسیار در تانک تیل خورد. دومیر طیاره آمد زد، خانه را زد و از مسجد آمدم، در جایی که بودم اول صدای طیاره شد، باز انفجار شد و بعد من در خانه کشیده بودم، یک دفعه صدای انفجار شد، کل دیگه گریخت، کوچه را توت گرفته بود، کس معلوم نمیشد.